دخترکم امروز گریان میکرد که بوتای مکتب کنه شده به ما بوت مکتب بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 22 حمل سال 1402 ما در ناحیه 15 شهر کابل قرار داریم و به تعداد 100 فامیل را که قبلا توسط مؤسسه خیریه احساس من حیث فامیل های نیازمند و بی‌بضاعت سروی و شناسایی شده بودند را به مقدار 7 قلم مواد غذایی توزیع کردیم. ان شاء الله این برنامه در سایر نواحی شهر کابل و در موسم رمضان مبارک ادامه می داشته باشه و فامیلای بیشتر تحت پوشش برنامه آورده می شود. از تمامی برادران و خواهران عزیزی که در تهیه بودجه برنامه امروز مؤسسه اساس را همراهی کردند، از اینا قلبا اظهار سپاس و امتنان میکنیم. زه خپل ډوډۍ پخوم د نانبې کومه خاوند مې مریض دی، معدې تکلیف لري، معده زخم ده، کار نشي کولی، د یو بل ډوډۍ پخوم او دغه ځنګل هم نه لرم، داسې یو بل همسایګان د بوټان موټان لیږي، کالي لیږي، دغه سازامه ډوډۍ پخوم. شوهرتان چیکار میکنه مادر؟ شوهرم فوت کرده. فوت کرده؟ بله. چقدر وقت میشه؟ 11 سال. 11 سال میشه؟ بله. در خانه چند نفر هستین؟ در خانه فعلا 4 سرایال هستیم. دخترک ازدواج کرده چند تاش. در خانه کس کار نمیکنه، خودم کالاشویی میکنم. در خانه مردم؟ ها بله. دخترکم امروز گریان میکرد که بوتای مکتب کنه شده به ما بوت مکتب بخیر. باز من میگم روز صدر با پدرتان کار میکنم، او را چی کنم؟ قلم بخرم، کتابچه بخرم، بر شما بعیدتان چیز بخرم، چی کنم؟ نمیشه. یک بوجیار 18 ساعت 17 ساعت 19 ساعت است. اولین بار است که ما این کمک آمدیم. خیر ببینه، خدا زیاد بتیشان، همه ما و شما آرام باشیم، خوش باشیم، خدا زیاد بتیشان، نظرشان سرخوار غریب است. وضعیت فعلی اقتصادی هموطنان ما در حالت رقتبار قرار دارد. بنابراین از هر برادر و خواهر که میخواست در زندگی یک هموطن خود تغییر بیاره و در لبش لبخندی را ایجاد کنه، همین موقع و فرصتش است و مؤسسه اساس امانات شما را به شکل منظم و با کمال امانتداری به دست نیازمندان می سپارد.